حضرت امام جواد رفت همسر دوم گرفت، همسر اول حسودیش کرد، مسمومش کرد. من بعد از 1300 سال به خاطر اینکه یک نفر رفته زن دوم گرفته، زن هم اولش به خاطر چی مسمومش کرده، من باید بشینم گریه کنم براش؟ اینا خروج از بحث دیگه باشه. من که روز اول عرض کردم بعد انحصار در موضوع باشه نظر اینا اجازه بدید مثال یه جمع‌بندی بفرمایید. نه ببینید ایشون نه دقایق اگر نگاه کنید نه آقا ببینید ایشون این وقتی که آدما گوشه رینگ غیر میکنن اینجور میشن. نه من گوشه رینگ نیست. اجازه بدید میخوام بگم هر نوع کشته شدنی را من نباید بشینم براش گریه کنم. من کلمه مظلوم را آوردم، کلمه شهید را آوردم. شما این شهید و مظلوم را میگید که بشین گریه کنید دیگه، غیر از اینو میگی؟ بله غیر از خیلی خوب. آره نه شما دارید اینو میگید. میخوام بگم اگر قرار داستان این گونه بوده، مثلا اگر اینجور بوده امام جواد، چرا من باید گریه کنم؟ اصلا چه هنری کرده؟ چه جان فشانی کرده در راه خدا؟ حضرت زهرا شما میگید پشت در بود، خودشم نیامده بود کنار، اون ور بود نمیدید، به طور اتفاقی زدر خود. آقای کاشانی اگر این ماجراها چطور این در میسوده امام علی متوجه نشده؟ چطور حضرت زهرا این چوب در محکمی بوده؟ شما همین الان بازسازیش بکنیم، در محکمی که نمیشده بازش کنه، همینجور مجبور بدن آتشش بزنن. حجم آتش چقدر بوده؟ چقدر آدم باید ازش فاصله بگیره که نسوزه؟ اصلا وایساده بوده که چی بشه؟ حضرت زهرا تماشا میکرده تو این فرصتی که این در داشته میسوخته، داشته تماشای آتش میکرده، یا برای هدفی وایساده بوده اونجا؟ تو این داستانی که شما میگید علی علیه السلام فرصت داشت، چون شما میگید داد زدن، تیزم بیارید، آتش بزنیم، چه خود شما میگه 3 بار رفتن برگشت، شما الان گفتید 3 بار رفتن، 2 بار رفتن. ها 2 بار، خب باش 2. اگر بنا بود که امام علی این را با تصمیم این کارو بکنه، ترجیح میداد که بره و بیعت بکنه تا زهرا کشته نشه، یا ترجیح نمیداد؟ حداقل ترجیح بده درو باز کنه تا بیان با طناب با زور ببرنش، بره دنبالشون ولی با طناب بره. میفهمیدن مردم که زوریه دیگه، مردم میفهمیدن تا زهرا کشته نشه. از نگاه من این احتمال عدالت که هیچی، اصلا شریک در قتل میشه امام علی. منم یقین کردم که حضرت زهرا شهید، من یقین کردم که دیگه شهید شده. منم کوتاه، من تا الان میگفتم نمیدونستم، ولی تا الان دیگه باورم شد. میگم این داستانی که شما نقل میکنید، تو این داستان اینجوری میگید اومدن صدا کردن گفتن آتش میزدیم، آتش زدن، نیمسوز شد که تونست در باز بشه، اون موقع لگد زدن. با همه این ماجراها امام علی نیامد. اینا میگید رو من داستان شما رو کی گفتم تو تاریخ؟ این داستانی که شما نقل کردن اصلا کار ندارم امام علی بوده یا نده، تو داستان شما بوده، تو داستان شما بوده، تو داستان شما فرصت داشته، تو داستان شما همه چیز براش فراهم بوده، شنیده، داد زدن. شما میگید در آتش زدن، شما که میگید در یه گونه‌ای بوده که باز نمیشده، نیم سوز که شد لگد زد و باز شد. شما که اینو میگید. میگم تو این داستان شما که من نمیدونم چی هست، این داستانی که شما میگید یه نفر نمیتونه هم به عدالت امام علی قائل باشه، همین داستان را، این ماجرا را به اصطلاح بپذیره. مفهوم این بود. شما میفرمایید کسانی آمدن در خانه به از امام علی خواستن که بیاد مسجد بیعت کنه، صدا زدن، امام علی نیامد، همسر باردارش رفت پشت در، داد زدن، صدا، خونم که هست الان کوچیک، همین الان هست دیگه، خونه کوچیک، هرچی داد فریاد نیامد امام علی. دواز گفتن که
عرض کنم خدمتتون که آتش میزنیم، گفتن آتش میزنیم. باز هم امام علی نیامد که از حریم خانه دفاع کنه و همسرش اونجا. از نگاه من این با عدالت، چون یکی از اموری که چه هست جوانمردی و امثال این هست، به نظر من یک انسانی مثل امام علی باید بیاد جلو و اینجور نباشه که همسرش بیاد پشت در و چی بکنه. بله. باید بیاد اگه میخواد حرفش رو خودش بزنه و با این همه سر و صدا وای نسته که چنین چیزی رخ بده.